دیگری گفت ما از جنگ‌های قبیله‌ای فرار کردیم و به پول نیاز داریم. تو اونجا چی پنهان می‌کنی؟ پسر گفت چیزی رو مخفی نمی‌کنم. اما یکی از مردها به پسر حمله کرد. اون رو به عقب هل داد. دیگری شروع به گشتن کیف پسر کرد و اون قطعه طلا رو پیدا کرد. گفت اینجا طلاست. نور ما در چهره مرد عرب که به اون حمله کرده بود تابید. پسر در چشمهاش مرگ رو دید. احتمالاً طلای بیشتری رو در زمین مخفی کرده. اونها پسر رو مجبور کردن که به کندن زمین ادامه بده. اما چیزی پیدا نکردن. وقتی خورشید طلوع کرد، مردان شروع به کتک زدن پسر کردند. اون کبود و زخمی شده بود. لباسهاش پاره شده بود و حس کرد که مرگ در چند قدمی اونه. کیمیاگر گفته بود وقتی قراره بمیری پول به چه دردت میخوره؟ پول همیشه نمیتونه زندگی انسان رو نجات بده. بالاخره پسر بر سر مردان فریاد کشید. من اینجا رو برای گنج میکنم. با اینکه دهانش زخمی و خونی بود به مردان گفت که 2 بار خواب دیده که گنجی نزدیک اهرام مصر وجود داره. مردی که به نظر می اومد رئیس گروهشون باشه به یکی دیگه از اونها پنهانی گفت اونو رها کنی. اون چیز دیگه ای نداره. حتما این طلا رو دزدیده. پسر تقریبا نیمه هوشیار روی شنها افتاد. رئیس گروه اون رو تکون داد و گفت ما داریم میری. اما قبل از اینکه بره نزدیک پسر اومد و گفت تو نمیمیری و زنده میمونی. اما این رو یاد میگیری که یک مرد نباید اینقدر احمق باشه. 2 سال پیش دقیقاً در همین نقطه من هم خوابی رو برای بار دوم دیدم. خواب دیدم که باید به مراتع اسپانیا سفر کنم و دنبال یک کلیسای متروکه بگردم، جایی که چوپان‌ها و گوسفندان میخوابند. در خواب من یک درخت چنار عجیبی در محل رویده بود و به من گفته شد که اگر محل ریشه های درخت را حفاری کنم یک گنج مخفی پیدا خواهم کرد. اما من به اندازه تو احمق نیستم که تمام پهنگی یک کویر رو به خاطر دیدن دوباره یک خواب سپاری کنم. این رو گفت و ناپدید شد. پسر در حالی که می‌لرزید بلند شد و یک بار دیگه به اهرام نگاه کرد. مثل این بود که اهرام به اون میخندن و اون هم خندید. قلبش با شادی میتپید چون حالا میدونست که گنجش کجا پنهان شده. ساعات اولیه شب بود که پسر به کلیسای کوچک و متروکه رسید. درخت چنار همچنان اونجا بود و ستاره ها از لابلای سقف نیمه شکسته کلیسا دیده می شدن. به یاد لحظه‌ای که گوسفنداش اونجا بودن افتاد. اگر اون خواب رو ندیده بود، اون شب آرومی بود. حالا اون اینجا بود، نه با گلش، بلکه با یک بیل. نشست و مدت طولانی به آسمون خیره شد. سپس از کولش بطری شرابی بیرون آورد و مقداری نوشید. به یاد اون شبی که با کیمیاگر در صحرا بود افتاد که به آسمان نگاه می‌کردند و شراب می‌نوشیدند. به اون همه جاده که طی کرده بود و اون راه عجیبی که خداوند انتخاب کرده بود تا گنج رو نشونش بده. اگر به اهمیت تکرار خواب اعتقاد نداشت با اون زن کولی ملاقات نمی‌کرد. با پادشاه پیر، با دزد و خیلی خوب. این لیست خیلی طولانیه. اما مسیر توسط نشانه ها مشخص شده بود و امکان نداشت من اشتباه کنم. خوابش گرفت. وقتی بیدار شد، خورشید بالای آسمون بود. شروع به کندن ریشه درخت کرد. پسر به آسمان فریاد زد تو جادوگر پیر، تو تمام مدت این رو میدونستی. تو حتی تکه کوچکی از طلا رو در صومعه گذاشتی تا بتونم به این کلیسا برگردم. راهب وقتی منو دید که با اون حالت برگشتم خندید. تو نمیتونستی منو از اون وضعیت نجات بدی؟ صدایی با باد گفت نه، اگر به تو میگفتم
هیچگاه نمیتوانستی اهرام را ببینی. آنها خیلی زیبا بودند، مگر نه؟ پسر لبخند زد. کندن گودال رو ادامه داد. 1 ساعت بعد در مقابلش یک صندوق سکه های اسپانیایی داشت. علاوه بر این جواهرات زینتی، نقاب‌های طلا که با پرهای سفید و قرمز تزیین شده بود، مجسمه‌های سنگی که جواهرات گرانبهایی در اونها کار گذاشته شده بود هم موجود بود. غنیمتی که از پیروزی در جنگی باقی مونده بود و مدتها پیش فراموش شده بود و فاتحان جنگ‌ها هم چیزی در این مورد به فرزندانشون نگفتن. پسر اوریم و تومیم رو از جیبش در آورد. فقط 1 بار از اونها استفاده کرده بود. 1 روز صبح که در بازار بود. در زندگی و در مسیرش همیشه نشونه‌های کافی وجود داشت. اوریم و تومیم رو در صندوق گذاشت. اونها هم بخشی از زندگی جدیدش بودن، چون اون رو به یاد پادشاه پیر میانداختن. کسی که دیگه اون رو نخواهد دید. درسته. زندگی با کسانی که به دنبال افسانه شخصیشون میرن سخاوتمنده و یادش اومد که باید به تاریفا بره تا طبق قولی که داده بود 1/10 گنج رو به پیرزن کولی بده. کولی ها خیلی زیرکن، شاید به خاطر اینکه زیاد سفر میکنن. باد دوباره شروع به وزیدن کرد. باد مشرقی که از آفریقا می اومد. این باد دیگه با خودش بوی کویر رو نمی آورد و نه از تهدید اهالی مور در اون اثری بود. در عوض بوی عطری رو که خوب میشناخت می آورد. پسر لبخند زد. دارم میام فاطمه.